میگفتم که 19 فصل دیگه برتر با هم بازی کردن این دو تیم. 28 برد پرسپولیس و 5 برد پیکان و 5 تساوی حاصل کارشون بوده و شاید یکی از یه طرفه ترین تقابلای تاریخ لیگ از این نظر باشه که بیشتر از 3000 روز پیکان پرسپولیس رو نبرده. براجه گرفتن توپو بازیکنای پیکان. افشین صادقی، فراز امامعلی دستش فرار کرده، همچنان خود پیکانیا پشت محبته جریمه سجاد جعفریو که بازم پیام نیازمند این بار راحت‌تر نسبت به دفعات قبل توپو در اختیار گرفت. امیر عرب براقی هم این سمت از تیم پزشکی پیکان میخواد وارد زمین بشن. اینم شوت سجاد جعفریه. هفته قبل با گل 3 امتیازی اون از اون نقطه پنالتی گلگوهر رو شکست دادن پیکانی ها. پرسپولیسیا تو این بازی مارکو باکیچ رو به دلیل مسئولیت در اختیار ندارن. محمد عمری هم که حتی دیروز تصاویرش تو تمرینات هم منتشر شد میگفتن حالا آنفلانزا داره. قبل بازی با بچهای پرسپولیس صحبت میکردم، گفتن که تو زانوی پاش مشکلی وجود داره که این بازی رو از دست داده. صحبت‌های کنانی با امیر عرب براقی. بازی همزمان هم تراکتور زبان همچنان بدون گل. گلگهر شمس‌آذرم بدون گل. استقلال خوزستان و خیبر هم ساعت 6:30 با هم بازی میکنن. واقعا دیگه کاش اتفاق هفته پیش نیفته. 6 گل داشت کلا 8 بازی هفته قبل لیگمون. این هفته فعلا 60 دقیقه از اون دو تا بازی گذشته و 23 دقیقه 24 دقیقه از این مسابقه گلی ندیدیم. متوجه نشدیم مشکل بازیکن پیکان چی هم بود که نتونستن از زمینم بیارنش بیرون که تایم بازی هم به مشکل نخوره. مهدی نجفی